این فیلم هیجان خالصه. احتمالا فیلم مگ 2018 رو دیده باشید که این داشتمون جیسون کچل سخت با 2 تا کوسه غول‌پیکر درگیر میشه. اگه ندیدی خوش به حالت که الان میخوای این فیلم رو ببینی. ما فقط تونستیم 5% اقیانوس‌ها رو کشف کنیم و 95% اقیانوس‌ها هنوز ناشناخته موندن. اون زیر تاریکی مطلقه و انقدر فشار زیاده که انسان توی اون عمق له میشه و موجودات افسانه‌ای ترسناک و ناشناخته اون زیر زندگی میکنن. حتما میدونید مک چیه؟ مک همون کوسه هستش ولی 10 برابر بزرگتر و غول‌تر. این فیلم فقط درباره مگ‌ها نیستش و باز شدن دنیای اقیانوس زیر به سطح زمین هستش. این فیلم همین چند ماه پیش منتشر شده و محصول آمریکا و چین هست و با کارگردانی بن ویدلی اکران سینما شده. این فیلم در ژانر ماجراجویی و اکشن هست. حالا داستان چیه؟ قبلش ازت میخوام که چنل منو سابسکرایب کنی، زنگوله رو بزنی که از جدیدترین تحلیل‌های من با خبر بشی. مگ 2 گودالی که با داشتمون جیسون معروف درون آبهای ناشناخته شیرجه میزنن. جایی که یک تیم تحقیقاتی با تجهیزات پیشرفته که حتی یه بچه مگ رو اونجا پرورش دادن و بزرگش کردن تا بتونن روش آزمایش انجام بدن. این تیم در یک سفر اکتشافاتی در عمیق‌ترین گودال‌های اقیانوس قدم برمیدارن. اونا به قصد تحقیق میرن به عمق 8000 متری اقیانوس، اما یه مگ اونا رو دنبال میکنه و مجبورن به عمق بیشتری برن و عملیاتشون تغییر میکنه و قدم به سوی ناشناخته ها برمیدارن. اونجا یه کارخونه زیردریایی میبینن که پشماشون میریزه و میگن اینجا دارن چه غلطی میکنن. اونجا یه عملیات معدن غیرقانونی هست که طبق درگیری با موجودات وحشی اونجا و آدمهای اون کارخونه جونشون به خطر میفته و مجبور میشن برای زنده موندنشون با هیولاهای ما قبل تاریخ و همینطور با دشمن انسانی بجنگن و مجبور میشن تا عمق 25000 متری گودال برن پایین. توجه کنید که اونجا تاریکی مطلقه و از ترس حیوانات وحشی اونجا پشماشون فر میخوره. از اون ور طی درگیری ها یه انفجار عظیم رخ میده که باعث میشه گودال زیر اقیانوس به بالای اقیانوس باز بشه و موجودات عظیم و خطرناکی که تا به حال هیچ کس ندیده بیان بالا و به جزیره ها حمله کنن و همینطور دشمن این تیم حمله میکنه به پایگاه وسط اقیانوسشون که اونجا یه سری اتفاقها میفته و همینطور که هیولاها به جزیره ها هجوم آوردن داشت جیسون و چند نفر دیگه میرن به اون جزیره و به همه میگن که از آب بریم بیرون که الان هیولاها میان و پارتون میکنن، ولی همه میخندن و حرفشون رو به پشمشون میگیرن تا اینکه هیولاها میپاچن تو جزیره و جیسون باشون درگیر میشه و بقیه‌شو میسپارن به خودتون که برید ببینید. دوستان من خلاصه ای از داستان رو براتون تحلیل کردم و داستان رو اسپویل نکردم که خودتون برید ببینید و عشق کنید. خب دوستان این از فیلم. نظرتون در مورد این فیلم چیه؟ اگه این فیلم رو دیدی ممنون میشم که توی کامنت ها نقدش کنید و اگر این ویدیو برات مفید بوده ممنون میشم که لایک کنید چون من به حمایت شما مردم نازنین احتیاج دارم. راستی فیلم پیشنهادی شما چیه؟ اگه فیلمی مد نظر داری تو کامنت ها به من بگید و من براتون تحلیل میکنم و در چنل فیلم روز قرار میدم. امیدوارم که همیشه سرشار از حس خوب، پولدار و سلامت باشی. تا درودی دیگر، بدرود.